آیا دوست دارین با آلمان مهاجرت کنین و اونجا کار کنین؟ اگه جوابتون بله است پس حتما این برنامه رو ببینید. راستی من فردین بهبودی، مشاور امور مهاجرت و همکار مؤسسه حقوقی امایی اتریش هستم. اینجا آلمانه، یکی از صنعتی‌ترین کشورهای اروپا و البته شاید دنیا، و برای همین بیشتر مهندسا و پزشکا دوست دارن بیان اینجا و اینجا کار کنن. دلیلش هم خب مشخصه، چون که اینجا کار خیلی بیشتر از جاهای دیگه است و البته درآمدها خیلی بیشتر. حالا با هم بررسی می‌کنیم که یه نفر چجوری میتونه توی آلمان کار کنه. اولین راه اینه که شما یک آلمانی باشین، یعنی شهروند کشور آلمان باشین و به نوعی پاسپورت این کشور رو داشته باشین. همونجوری که می‌بینین مایک آلمانیه، پس مایک خیلی راحت میتونه کار پیدا کنه توی آلمان و کار کنه. دومین روش اینه که شما شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشین. همونجوری که توی تصویر دارین می‌بینین جان، مارک و کریستینا هر کدومشون از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اومدن. برای همین خیلی راحت میتونن توی آلمان کار پیدا کنن و به صورت قانونی اونجا کار کنن. سومین روش که اتفاقا خیلی هم ازش استفاده میکنن تحصیل توی آلمان یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. برای مثال همینجوری که میبینید سحر یه ایرانیه ولی توی آلمان درس میخونه، پس سحر بعد از فارغ التحصیلیش میتونه توی آلمان کار کنه. روش‌های کار کردن در آلمان که تموم شد، پس اونایی که این سه شرط رو ندارن باید چیکار کنن؟ نگران نباشید، ما تو مؤسسه حقوقی امایی اتریش فرآیندهای حقوقی رو داریم که میتونیم شما رو به آلمان بیاریم و اونجا شما کار پیدا کنین و کار کنین، ولی باید این سه شرطی که میگم رو داشته باشین. اولین شرط اینه که شما مدرک تحصیلی حداقل لیسانس رو داشته باشین و در ضمن اولویت با کسایی که رشته‌های مهندسی، پزشکی، دندانپزشکی یا علوم پایه رو خوندن. شرط سوم ما در مورد سابقه کار هستش. فراموش نکنین که شما حداقل باید 3 سال سابقه کار داشته باشین. البته مهم نیست که کار شما با بیمه باشه یا بدون بیمه، ولی شما باید مدارکش رو داشته باشین و اثبات کنین که 3 سال کار کردین. و شرط سوم ما هم سن شماست که حتما توجه کنین که نباید بالای 40 سال باشه. انتظار مراحل بیشتری داشتین؟ متاسفم، کار شما دیگه تموم شد. بقیه کار رو من و همکارانم در مؤسسه حقوقی امایی اتریش انجام خواهیم داد و شما فقط لازمه که صبر کنید و خودتون رو برای رفتن آماده کنید. تبریک میگم، شما ویزاتون اومد و حالا میتونیم به صورت قانونی بریم به کشور آلمان و اونجا دنبال کار بگردیم و زندگی کنیم. بعد از اینکه ویزاتون اومد شما اجازه این رو دارین که به کشور آلمان برین و به صورت قانونی 6 ماه در آنجا اقامت داشته باشین و بعد اگه تونستین اونجا کار پیدا کنین دیگه اقامتتون رو میگیرین. خب دیگه کم کم باید آماده رفتن بشین و وسایلتون رو جمع کنین. تبریک میگم. راستی تا فراموش نکردم بهتون بگم که اگر بخواید ما میتونیم توی آلمان براتون کار هم پیدا کنیم. کسایی که مشکل کار دارن و نمیدونن که چجوری باید توی این کشور کار پیدا کنن، ما میتونیم براشون کار پیدا کنیم و قابل توجه تمام مهندسا کارهایی که ما پیدا میکنیم توی شرکت‌های مثل BMW، بنز و پورش هستش. امیدوارم با فراهم شدن امکان کار و زندگی توی یکی از بهترین کشورهای دنیا فرصت لذت بردن از زیبایی‌ها و این محیط دوست داشتنی رو هم داشته باشید. اگه چیزایی که بهتون گفتم توجهتون رو جلب کرده، پس اصلا شک نکنید، همین الان تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. یادتون باشه که مشاوره با ما کاملا رایگانه و البته کارهایی که انجام میدیم هم تقریبا تضمینیه. موفق باشید.